این رستنی لوبیو است. در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین مثلش نیست. باری اول در دهه دیودار دهات شوراباد در حولی نوریدین سنگوف پرورش کرده شده است. از تخم لوبیا 10 دانه‌ای که به نوریدین در دوشنبه تحفه دادند او آنها را نخورد و در این کنج حولی شیناند. از بس که او به نوآوری در ساحه کشاورزی ذوق دارد از 10 دانه اکنون نوریدین هزارها دانه لوبیا که اندازه دانه‌اش را به دانه زردآلو برابر کردن امسال حاصل میگیرد. قطعه زمینی نزد اهلیگی منزل استقامتی اما که نوریدین کلان نباشد هم آن را به قطعه‌ها جدا نموده محصولات‌های گوناگون کش نموده است. اقلیم نه آنقدر گرم، هوای سلخین، آب خنک و شمال فورم کوهستان انا همین گونه محصولات‌های سبز و بنقصان پرورش یافتند. محصولات تازه کردن ما دارو استفاده نمیبریم. یگان کیلو دارو ما در گرات استفاده نمیبریم. محصولات ما تازه پارو پشک اگر کردم که خونده باشم میفهمم که پشک چیه. استفاده ثمرناک زمین یکی از منبع‌های درآمد ساکنان کوهستان دهه دیودار دهات شوراباد در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین میباشد. اما که نوریدین هم درآمد از حساب اصول زمین را در پیشبرد روزهای اویلا صرف می‌نماید. سال گذشته یا 500 کیلو کارتوشکا همین زمین فروختیم. یا سال دیگه خوردیم. ما کارتوشکا نمیخریم. پامادر بانکا کردم برای چیز زمستون. زیاده 100 بانکا. یک تن پامادر دیگه 400 مونی همینجا فروختیم. انا که با خاطر که آوی زیر زمینی ما هم سومی هم و همشه حسابی همی اگرودمون میبروریم خیلی زندگیمون پیش میبریم. خیلی با بیبودی و چیزمون است. میگویند که دهه دیودار در جامعه دهات شوراباد مکان میوه‌ها و سبزیجات‌های از لحاظ اکولوژی تازه میباشند و از شغل دهقانی همه ساکنان برکت دیدند. نوابسته به سن سال در زمین محنت میکنند. بابای فیض‌احمد و خاله سولدبی از همین آدمانند. آنها میگویند که با این شغل زندگیشان را خوب پیش بردند. از برکت شغل دهقانی و درآمد آن در دهه این گونه کارخانه‌های خرد صنعتی بنیاد نمودند. این کمک که ما به مردم دهه دیودار دستگیرش هم است که رای ما به رای وزین است. آسیاب داریم در اینجا کارخانه تخت زنک داریم، پخت زنک داریم. مقصد مغازه خوراک در زمستان 8 کیلومتر است. ما قبل 3-4 ساعت در زمستان در برفی و یک عذاب و یک مشقت ها میریم. این که ما کلیم آماده کردیم برای مردم دهه را به یک مونی میانجا گرفته رفتن میگیرن یا پخت زن در پخت میزنن، تخت زنش در توسن تخت میزنن. مقصد ما در خدمت همین خلقیم. چند نفر حسابی جوب کردید؟ 7 نفر. پدرم است، مادرم است، اپام، خانم دخترچم 7 نفر صاحبی کار است اینجا. اویلوی کار کرده. نوریدین سنگوف هم مقصد دارد که در آینده در قطار لوبیاگی‌ها نوع‌های دیگری سبزیجات‌های با اقلیم کوهستان مطابق را پرورش نموده در این منطقه تخم آنها را پهن سازد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.